اینجایی که میبینید قلعه نظامی سلاسل دژیه که در نقطه مرتفع کنار رود کارون قرار گرفته که به تمام شهر تاریخی شوشتر اشراف داشته. بر اساس پرونده ثبت جهانی یونسکو کل سامانه آبی شوشتر از بندمیزان تا گرگر و شتید گرفته از داخل و پیرامون همین قلعه مدیریت و کنترل میشده. سلاسل فقط یه سازه دفاعی نبوده، یه دژ حکومتی اداری کامل بوده با فضاهایی مثل حاکم نشین، سربازخونه، زندان، آشپزخونه، حمام، شوادان و مجموعی از دهلیزها و فضاهای زیرزمینی. مادام دیولافوا در سفرنامه خودش از قلعه سلاسل به عنوان محل اقامت و استقرار والی خوزستان در دوره قاجار یاد میکنه. همون سالهایی که متاسفانه با اجازه حکومت قاجار بخش زیادی از آثار باستانیمون به خارج از ایران رفت. حتی روایاتی هست که زمانی که رضا شاه به شوشتر میاد برای سرکوب شیخ خزعل، برخوردی هم با این قلعه داشته و تا حدود 70-80 سال پیش اینجایی که میبینید کاملا سالم بوده و بعد از اینکه راه آهن تأسیس میشه و از اهواز گذر میکنه، شوشتر کم کم رونق تاریخی خودش رو از دست میده و این قلعه باشکوه هم تخریب و رها میشه. اما چیزی که قدمت سلاسل رو به دوره‌های هخامنشی میرسونه زیرزمین اینجاست. شاهکار نهر داریون که به داریوش شاه اونا نسبت میدن، موضوعی که خودش خیلی طولانیه و تو ویدیوی بعدی براتون توضیح میدم، پس پیج و فالو داشته باشید.